فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. چهار شماره اخیرشون 9131 نوشتن که آیا آویزان کردن اسفند یا دود کردن آن برای رفع چشم زخم از نظر شرعی درست است؟ نه، آویزان کردن هیچ چیزی، نه اسفند یا مهرهای دیگری که مرسوم هست و وجود داره یا هر چیز دیگری که آویزان میکنند به خاطر این که چشم زخم رو یا حسودان رو در واقع حسدشون رو مانع بشود، چون این چیزی جایز نیست، بلکه در حد شرک هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من علق تمیمة فقط اشرک، یا هر کسی که در روایت دیگر از من علق تمیمة فلا اتم الله له، کسی که تمیمه را آویزان بکنه. تمیمه یعنی اون چیزی که برای دفع حسد حاسدان یا برای دفع چشم زخم آویزان میکنن. هر کسی که چنین کاری رو انجام بدهد، رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا فرمودند که چنین شخصی به مراد خودش نرسد. یا در بنابر روایات دیگر این در واقع در حد شرک هست که فقط اشرک. علتش هم این است که این در واقع توجه کرده به همین مهره یا به همین اسفندی که آویزان کرده و این را صاحب تأثیر میداند در جهان آفرینش برای دفع ضرر، برای جلب منفعت، در صورتی که دفع ضرر و جلب منفعت همیشه از جانب الله متعال هست. نه تنها یک اسفند، نه تنها آویزان کردن یک مهره هیچ تأثیری برای جلب منفعت و دفع ضرر ندارد، حتی انسانهای زنده، حتی پیامبران، حتی فرشتگان هم قادر نیستند که به شما نفع و ضرری رو برسانند. و این انسان مسلمان باید این اعتقادش کامل باشد، اون گونه که حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه است که حدیث بسیار معروفی هست که زمانی که عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه بچه کوچکی بودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم این عقیده رو در قلب ایشون در واقع کاشتند و گفتن یا غلام انی اعلمک کلمات، ای پسر بچه من چند تا مطلب رو به تو یاد میدهم که احفظ الله یحفظک، الله را حفظ بکن الله متعال تو رو حفظ میکنه. یعنی این که شما فرامین الله را، دستورات الله متعال را انجام بدهید، از نواهی و از گناهان پرهیز بکنید که به معنی حفاظت کردن دین الله متعال است. الله متعال شما را حفظ میکنند. تا حالا شما شنیده اید یا حداقلش کمتر شنیده اید که یک عالم دینی، یک کسی که حافظ قرآن است، یک کسی که پایبند نماز و عبادات هست، اون دچار سحر شده باشد یا دچار چشم زخم یا بقیه موارد شده باشد؟ پس بنابراین شما دین الله متعال را حفظ بکنید، الله متعال شما را حفظ میکند. در ادامه این روایت اومده که بدان اگر تمام انسانها جمع بشوند و بخواهند تو را ضرر و زیانی برسانند که الله متعال برای تو مقدر نکرده، لن یضروک بشیء، هیچ ضرری به تو نمیرساند. ضرری که الله متعال برای تو ننوشته، مقدر نکرده، همه انسان ها اگر جمع بشوند این ضرر را به تو برسانند نمیتوانند. برعکسش اگر تمام انسان ها با تمام امکاناتشون جمع بشوند و همه بسیج بشوند که به شما یک نفعی برسانند، یک سودی برسانند که الله متعال اون نفع و سود را برای شما مقدر نکرده، قطعا اون هم به شما نمیرسد. این به عنوان یک عقیده اصلی و اساسی هست. اون کسانی که تبلیغ اسفند میکنند یا مهره های دیگری یا چیزهای دیگری دعایی که می‌نویسند آویزان میکنند، این در واقع انسانها رو از اون توکل حقیقی و واقعی که انسان مسلمان مکلف است که داشته باشه، اون انسانها رو در واقع منحرف میکنند. اضافه بر این ما در واقع روایات صحیحی داریم. شما اگر واقعا میخواهید که دچار سحر ساحران نشوید، کسی به شما دچار چشم زخم نشوید یا کسی شما را از حسد نکند، ضرری به شما نرساند، آیات قرآن بهترین علاج هستند. سوره فاتحه را بخونید، آیات آخر سوره بقره را بخونید، معوذتین را بخونید و دو سوره آخر قرآن مجید را، یا دعاهایی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم ورد زبانشون بود دعا میکردند، حضرت حسن و حسین را میدمیدند و فوت میکردند، این دعاها را بخونید که این نعیدکما بکلمات الله التامات، یا در روایات دیگر دعاهای بسیاری در این زمینه وجود داره که این ادعیه و اذکار شرعی ضامن حفاظت انسان هستند. با اسفند و آویزان کردن چیزی دیگر هیچ حکمی تغییر نمی کند، بلکه خلاف شرع و در حد شرک به الله متعال است.